سی بی 20 مدل 90 موجود کردیم براتون. ماشین نصفش نیست که یه سری لوازمش هست. این دیگه 206 نیست، 103 کامل نصف بود. بعد اگه یکی بود منو اینجوری تشویق میکرد من الان میرفتم جت سواری پای یکی چیزی میگرفتم. ولی وقتی چشم به ایشون افتاد فهمیدم من در مقابل ایشون خیلی نشدم. یه ذره گونه دارم فقط من آقای آیدی. دوستای گلم چطورین؟ حالتون خوبه؟ دلم براتون خیلی تنگ شده بود، خیلی زیاد. عشقای من اگه اولین باره که رو میبینید لطفا تو چنل تلگرام و اینستاگرام و همینطور توی یوتیوب من رو ساب داشته باشید. خیلی خوشحال میشم، باعث افتخارم هست. امروز کلی ویدیو سم براتون چیدم، بی معطلی قرار بریم بهتره کنیم بدونین که وقتتون بگیم. خیلی دوستتون دارم. کامنتارم بین برنامه میخونم، عاشقتونم. بزن بریم به سرعت یعنی ما به هم شباهت داریم اصلا نداریم. قضاوت با مردم میکنن. دایرکت من میان میگن که چطور فامیلیتون فرق داره، میگم من با شادی هیچ فامیلیاتی ندارم. خب بابا انقدر ژل میزنین خیلی شبیهین به هم همتون. هیچ همخونی ندارم. میگن لابد به خاطر گناهاتونه. نه شما خواهری دارید سناریو بازی میکنید که من میگم نه شادی خواهر من نیستش. من حتی این چه مثل جنوس ماشین سیخ وایسه. شادی رو یک بار هم ندیدم. فقط اگر عزیزانم نزدیک ما رو ببینن گناهی من هیچ شباهتی به گناه ایشون نداره. نه لبام نه گناهم. کی میدونه دنیا. حالا چون ناراحت میشین اوکی شبیه هم نیستین. این چه شد یو؟ دلانو باشالده دنیا kimlere kaldı dünya şahları toprak aldı پسره چرا نمیخنده؟ kimlere kaldı dünya لذت هم داره میبره. دنیا kimlere kaldı dünya. شدی تو نظر چی راجع به این عملیات؟ آقای آیدین فکر می‌کردم همیشه خانواده‌ام بهم میگفتن که شادی چرا قیافت این شکلی کردی. دلیلش رو بارها توضیح دادم. همین مسئله باعث شد که من معروف بشم و بتونم کاری که دوست دارم درآمدمو داشته باشم. ولی وقتی چشم به ایشون افتاد فهمیدم من در مقابل ایشون خیلی نشدم. یه ذره گونه دارم فقط من آقای نظر چی نظرم اینه که شادی جان شما دو تا میکرودرمال بالای گونه‌اش بزنین خیلی قشنگ‌تر میشه. من خانواده‌ام خیلی حساسه. من از خونه مامانم میخونه بیرون اگه این کارا رو بکنم. بابا این مامان تو شده داستانی ها. تو تا نصف شبم اگه نری انگار مامانت کاری نداره. بعد من تو میگی تو میری کشوری دیگه میچرخین. اصلا اشکالی هم نداره نظر منو، ولی نه یه جور مضاف بکش. به خودت که میدونی گفتم بهت که 8 شب باید خونه باشم. خودت یادت؟ آره یادمه دقیقاً. گفتم که نظرمو دادم شادی جون دو تا میکرودرمال بزنی گونه‌هات خوشگل‌تر میشه. بابا ما موقعا سر کار میرفتیم برمیگشتیم 9:30 شب میشد. این چجوری ساعت 8 خونه است؟ اون دوست داشته باشن زیر برای من کامنت میذارن اگر واقعا دوست داشته باشن. برای من خیلی مهمه که نظر فالوورامو بدونم اون کاری که چقدر شلوغ میکنین. بشینین دیگه. فهمیدن اون تو ژله بچا هر کی میخواد معروف شه 4 تا سیسی اینجا 4 تا سیسی بیشتر اینجا 20 سیسی اینجا ببخشید 300 سیسی اینجا تمومه کار. فردا معروفی یه حرکتی حرف میزنی تمام میری تو اکسپلور. به همین راحتی. اصلا نیازی نیست فرمول اکسپلور رو بدونید و نمیدونم اینستاگرام و این چیزا رو. خب این چی میگه؟ جانم من فکر کردم قدش بلنده تا اون یارو اومد و تو زورت به اون نرسید زدید. بچه روخی هم گرفته. اون چیزه رو میزنه. اون چی بود پلاستیکه با شماعه رو پرت میکنه اینجوری رخ هم میگیره. خورشت هندونه یه غذای سنتی و قدیمی ناشناخته است. خودم هم اولین بار که شنیدم برام عجیب بود، ولی همچین خورشتی وجود داره. هدف منم آشنا کردن شما با این غذاهاست. بقیهش کو؟ خورشت هندونه؟ برو خدا بچه ها من خورشت گل محمدی خوردم، خورشت پوست پرتقال خوردم، ولی این دیگه آخرشه. یعنی گل محمدی واسه چون اینا رو مثلا طعم میدم خیلی مشخص نمیشه، ولی این دیگه هندونه است. نه ولی خیلی بهتر بود که این ناشناخته بمونه. بعد دیدی مثلا چیز میخری شیرین نیست مرباش میکنی. یه چیزی بود مامان من شیرین نبود مرباش میکرد. اون چیز چی بود؟ چه میدونم یه چیزی دیگه. حالا بعد کاش این آموزش اصلا حداقل جور محسوب میشد. وقتی مثلا هندونه گرفتی واسه شب یلدا قرمز نبوده شیرین نبوده خورشتش میکنه. پس فردا میان خورشت موزم میخوان چیز کنن آموزش بده. خدایا من اولین زن ایرانی توی طراحی لباس کاری کردم که تو دنیا اتفاق نیفتاده. لباسی که تنمه از همین CLS الهام گرفته شده و جزئیات لباس هم بردیم دوباره روی CLS. اول از همه این قسمت که الهام گرفته از قشنگ‌ترین چراغیه که بنز تو عمر کاریش طراحی کرده.
اومدیم داخلش رو خط نستعلیق استفاده کردیم. به جهت ظرافتی که خط نستعلیق داره ما هم اومدیم روی ظریف‌ترین قسمت ماشین که میشه بالای ستون‌ها کشیدیم تا یه گیر عقب که برسه به چراغ و در نهایت عین همین بیاد روی این قسمت. گیپور کجاها استفاده میشد؟ وقتی می‌خواستیم ظرافت، زنانگی و لوکس بودن رو نشون بدیم. پس شد این برش روی لباس و آوردیمش روی درای ماشین. کاری که با گیپور کردیم، از سرشونه میاد، جمع میشه، برمیگرده، آزاد تا ته میره. دقیقاً همین رو آوردیم روی کاپوت ماشین. اینجا پهن میاد، برمیگرده، میاد تا اینجا، آزاد تا ته میره. دقیقاً یعنی طراحی لباس و نشون دادن تخصص. این یعنی خلق اثر، یعنی مهارت، یعنی پاسداری بین طرح لباست و ماشینت. دقیقاً جوری که بچه‌ها هم دارن ازش پول در میارن. تخصص رو با بازاری بودن با هم ادغام کردیم. پشت من ببینید چقدر از دانشجوام و هنرجوهام هر چیزی که ببینن لباس تنش میکنن، از خونه و در و دیوار ساختمون بگه تا چیزای دیگه. یادتون نره اولیش من بودم. نمیگم اولیش منم که بهم افتخار کنین. واسه این میگم که اگه قرار اسم طراح لباس روت بیاد، دقیقاً باید چه تخصصی رو چه جوری نشون بدید که در نهایت میشه یک تصویر خیره کننده از لباس من و CLSی که کتش هم تنه. عزیزم از اول فیلم تا ته فیلم گفتی من اولین کسی هستم. قطعاً که تو اولین کسی هستی که تو این نوع طراحی واسه CLS لباست هم اومدی شبیه اون انجام دادی، طراحی کردی. اون کم بود، اون گیپوره چی بود، کاور کشی کد کرده بود این تن ماشین. هیچ کس نمیتونست انقدر عمیق کاری که تو با این CLS کردی نابودش کنه، هیچکی. بعد ازم لباس تو اصلا مهم نیست، تو چرا بنزو خراب کردی؟ آرزو خیلیا. بیا یه نمای دیگه هم براتون بزنم کامل ببینین چقدر خزه. تا نیده بودیم. چرم طبیعی روی ماشینه، 8 تیکه دوخت، 8 تیکه داره. جزئیاتش فقط چقدر این باحاله، چقدر این خزه. کل ماشین از چرم طبیعی استفاده شده. خب که چی؟ این گیپوره رو بابا شبیه سررسید 406 شده 406یم الان 5یم. حواسه تمیز کردن این میشه کفاش. من ریدم تو طراحیتون. یه جوری میگه 8 تیکه شده، مهم این بود که یه تیکه دراری عزیزم. یه تیکه سخته. حالا 8 تیکه کی وصل میکنن به هم میدوزن. من اینجوری فکر میکنم. باز فکر کن چه کاری آخه. به جای کاشت ناخن طلا بخر که هم ارزشمنده، هم خوشگله، هم جاری کشه. وای کم طلا میندازن از اینجا تا اینجا، حالا ناخنش هم آوردین. ما میگیم طلا خوب نیست، ظریف خوبه، اون خوبه، این خوبه. ناخن طلا آوردین. من احساس میکنم چند تا کشور توی این زمینه خیلی مثلا چیزایی که احساس میکنم، هندوستان، افغانستان، ایران. دیگه واقعیت تلخه ولی همینه. یعنی من اگه مثلا خودم چیز باشم، طلایی که کت و کلوف باشه اصولا نمیخرم، سنگین مثلا برمیدارم، ولی ظاهر سبک. بپرسم ساعت دستتون چقدر قیمته؟ $300. حدودا 5 خورده ای. AP رویال اوک $10,000 از گالری آقای بیات گرفتم. شما ساعت دستتون چقدر قیمته؟ $2,400. حالا تو بهم بگو ساعت دست قیمتش چقدره؟ ساعت دستم ساعتم نیست، این ساعت شنامه. بچه‌ها من همیشه دستم میکنم واسه تایم زیرابه که میبرم شنا میکنم، بدونم هر ثانیه‌مو چجوری کالری میسوزونم. و من چون خیلی اهل ورزشم، الان بدن اساسیمو گذاشتم کنار، دارم شنا کار میکنم. ساعت من 8,000 میلیارد دلاره که کی به کیه هم دروغ میگیم، در صورتی که 80 اینا دلار خریدم. و شما فکر کنید 8 میلیارد دلار من خریدم. کی به کی عزیزان؟ نمیشه. چی میشه اگه باور کنید؟ تو رو خدا باور کنید. بعد کی تا حالا واحد پول ایران شده دلار؟ من خودم به شخصه جایی که اینجوری تبلیغ میکنن، یه جا گفتش تبلیغ کرد بین حرفاشون، من هیچ وقت نمیرم خرید، چون اینجور تبلیغ کردنی باعث تضاد بین مردم نون ندارن بخورن. تو میگی من ساعتم فلان، خاک دوست داره. بازی لیل بازی به سبک قدیم در حسینیه. به سلامتی زهرا خانم. نگاه هیئت جولی اونجا نشستن خطا بگیرن ها. اون چیه؟ سنگه. هیئت جولی یکیشون خوابیده اون وسط. جان از خونه قبلی پرداخت. چه خوبه.
دیگه همینجا فیزیوتراپی. پس این که هر روز میرین حسینیه این کارا رو میکنید حاج خانومای عزیز؟ دوستتون دارم خیلی. مثل یه بوس از کله هاتون بکنم. مثلا که یه جولی اون وسط یکی دیگه خوابش گرفته بود. عاشقتون هم. همیشه کارتون سالم باشه، سایتون بالا سر بچه‌هاتون باشه. مرسی از این ویدیوی زیبا و پر انرژیتون. متشکرم. بریم بعدی. نگاه کنه نگاه کنه بالقشت نخوشی کاملا ماشاءالله درود بر تو و پیاده هم نگاه دیگه مصور شفت شو نگاه کنه دیسان ماشاءالله بالقشت ماشاءالله درود نگاه کنه دیسان موقع جهانگیر ماشاءالله چه کاملا یادگیری دیگه داره خود چه کاملا به حضرت عباس کاملا ماشاءالله جهانگیر نگاه ماشاءالله برو همیشه تو شابور بوده همونش بوده تو قدر تمرکز کن برای آفرین ماشاءالله اوه از بلندی برای تو بگرم بالا برزد عباد تو بگرم رحمتگر درود بشه نگاه در ماشینه نگاه در آفرین نگاه داشت یاد دارید دمتگر مبارک باشه خدا شکر. خب عزیزم خانم عزیزی تشکری کله رو تکون بده بگو مرسی عزیزم قربونت برم زنده باشی فدای چشات. اینجوری مثلا بعد اگه یکی بود منو اینجوری تشویق میکرد من الان میرفتم جت سواری پای یکی چیزی میگرفتم. الان بلقیس یه احساسی داره میگه اوه جوابم نداد دیگه. اونجا مشخص شد که رفته اون بالا اصلا دیگه نمیاد پایین. ولی قربونتون برم خیلی قشنگ بود. مرسی. تالار بزرگ فلان جشن عروسی آقای مهرداد طاهری. سوله است. آقای طاهری فقط ما غریبه بودیم ما رو دعوت نکردی؟ بی ادب. مبارک باشه عروسیت. ولی اصلا انگار از این پورتاب میرفتی توی پورتابل دیگه. اصلا دوتا سالونا کلا پر بودن. شما اگه بخواید میتونین یه سلسله تشکیل بدین بعد اسمشو بذار سلسله طاهریان. خیلی زیادین. حالا کار نداریم ظرفشور میخواد چیکار کنه میره نمیره استعفا میده اصلا کاری به اون نداریم. آقا یه نفرم نبود که نخواد بیاد. ای لعنتتون. دهن این طاهریان رو صاف کردید شما. امروز آمدم براتون یک فایل معرفی کنم. البته دو تا، یکی در بغل یکی در روبرو. ویلایی به صورت 50 متر. این حیاتشه. سرویس بهداشتی، هال، کف سرامیک، بغلات تا 1 متر سرامیک، آشپزخانه. این هم اتاق خوابشه که دارای کمد دیواری. دوستان به صورت ویلایی واگذار میشه. قیمت 730 میلیون تا مبلغ 130 میلیون هم قابلیت بند داره. املاک مسعود. لایک و کامل یادتون نره. پیج ما رو با آشنا و دوستان خود معرفی. عزیزم این ویوش حبس ابده. شبیه اون ویلای ناصر خاکزاد بود تو متر 6.5 چی بود؟ شبیه اون خونه بود. این بیشتر بهش میاد توش مواد بفروشی. من این راه رو دیدم خندم گرفت بعد توشو دیدم گریم گرفت. من نمیتونم الان باید چی بگم. این فایل این پرونده چیزه جنایی. به نظرم مسدودش کنید این املاکی رو. 69 مترش فقط راهرو بود تا برسی به خود خونه. دهنتون سرویس بنم کن. ریخت و پاش کردین ستون؟ ریخت و پاش؟ عدایست من همشو جمع کنی نمیتونین یه 2 چرخه بخرین. باز شما بهتر میدونین. من نظرم این بود هرچی نگاه کردم
همش 5 بود. الان اینا همش با هم دیگه رو انقدر بذاری رو هم میشه 5 میلیون فکر کنم. شما بهم بگین، کامنت بذارین آقا من اشتباه میکنم، اگه اشتباه میکنم اون زیر بگین، نمیکنم باز بگین به نظرتون چقدر اون پول اون زیر بود. یعنی داشتم شاباش میکردن. بچه‌ها لایک و کامنت یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. بریم چند تا کامنت خوشگلتون رو بخونیم. سلام بر بانوی عزیز خوشتیپ، لاک داری و استعداد، دو هنر و در آخر هم قیافه‌شو داری. خیلی ممنون آقای خالد، متشکرم. باز هم مثل همیشه هم تو اینستاگرام هم یوتیوب نمبر 1. Thank you so much. مرسی ازتون که هر دو جا دارین منو آقای کوروش دنبال می‌کنین و حمایتم می‌کنین. خیلی متشکرم ازتون. آقای رضا نوشتن که wish you a lot of luck. I wish the very best of you. Thank you. مرسی ازت. خیلی متشکرم از این دعای قشنگت. متشکرم. مرسی. دل نسوزون چون هیچکی برای من معلول دل نسوخت. دمت گرم که روی رویای خودت موندی. من ریدم تو رویا دایزم، من داشتم گریه میکردم دیگه. یه دقیقه دیگه ادامه میدادی اشکم در میومد. بعد عمو تفریحی معلولی؟ این بیشتر معلول ذهنی بیشعور. سلام دوستان، اسی بی 20 مدل 90 موجود کردیم براتون. ماشین نصفش نیست که یه سری لوازمش هست. موتور و گیربکس این ماشین کاملا سالمه، رادیاتور سالمه، گاز کولر هم داره. داشبورد ماشین موجوده، صندلیاش موجوده، کیلومترش همه چیش هست. قطعات اضافی ماشین مثل در صندوق، کفی صندوق، 2 تا در سمت راننده این ماشین هم موجوده، اکسلش هم هست. لوازم و تودوزی داخلیش کامل هست. این دیگه 206 نیست، 103 کامل نصف بود. و این واسه کسایی خوبه که پارکینگ ندارن تو راهرو جا بشه، قشنگ میبرن تو اتاق خواب، هر جایی تو آشپزخونه نمیتونن پارک کنن. یکی نوشته مالک میاد برای انتقال سند یا باید احضار رو کنیم؟ احضارم کنی نمیاد، میگه بی وجود. ماشین منو برداشتی موقع بده یکی دیگه بیا. برای مشتری خارجی آوردن. اوه خیلی خوشگل نیست؟ Hello. Hi. What do you want, gorgeous? I want Brazilian bread. Good. اصلا پایین کار اینو هستی؟ کیوتی؟ خیلی خوب شده. I'm not proud or laughing at this. You talking in cheese Persian? بگم ایرانی. اصلا من نمیدونم، باورم نمیشه که ایرانی حرف زد. لعنتی اصلا خنده منم اصلا چیز نبود. عزیزم دیگه بندازشون مستقیم تو شورتت. اون پایینت خیلی پایینت. بیار بالا. خدایی بعضیا یه مقداری مثلا باید یه عملی چیزی انجام بدن، یه کوچولو مثلا یه سری عملو واقعا واجبه. نباید خیلی بنداز تو شورتت دیگه. میخوای بنداز تو شلوارت اصلا ها، هر کدوم راحتی. بچه چرا با روان من این کار میکنن؟ چرا اینقدر تند شد؟ آها آروم باش. آها عشقای من خیلی 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 ازتون ممنونم از اینکه تا آخر برنامه با لیلی همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. مرسی از همراهیتون. از تک به تکتون ممنون. دوستتون دارم. تا درود دیگه، بدرود. ولی اگه اولین بار لیلی رو میبینی منو ساب کن، لایک کن، چند تلگرام اینستاگرام همه جا باش. حتما تو تلگرام بیا، اونجا ویدیو میذارم، از خودم میذارم، یه سری ویدیوها که فیلتر میکنم اینجاها چون محدود اونجا میذارم و کلی قرار خوش بگذرونیم و فان باشین.